آیا میدونستی از امروز 4 جولای قانون جدید قراره توی آمریکا اجرا بشه که زندگی میلیون ها نفر رو ممکن تحت تاثیر قرار بده؟ اسم این قانون هست OBBBA یا One Big Beautiful Bill Act که یه بسته عظیم اقتصادیه که مالیات بعضی‌ها رو کم میکنه ولی در کنارش خیلی از حمایت‌های اجتماعی رو به شدت محدود میکنه. توی این قانون اگر میخوای بیمه دولتی یا مدیکید دریافت بکنی باید حداقل 80 ساعت در ماه کار بکنی مگر اینکه سالمند و یا بیمار باشی. برای افراد 19 تا 64 سال که میخوان کمک‌های غذایی یا اسنپ دریافت کنن باید حتما شاغل و یا دانشجو باشن، حتی اگر فرزند داشته باشن. اگر وام دانشجویی داری بسیاری از بخشش ها رو دیگه نمیتونی استفاده بکنی چون خیلی از اونا حذف شده. بر اساس آمار بر طبق این قانون 10 میلیون نفر ممکنه بیمه‌شون رو از دست بدن و بیش از میلیون ها خانوار ممکنه کوپن غذایی دیگه نداشته باشن. اگر فکر میکنی اطلاعات برات مفید بوده اونا رو با بقیه هم به اشتراک بذار. این فقط یه قانون نیست، یه تغییر بزرگ خواهد بود.